قبل از اینکه پلی بزنی یه چیز بدون، اینجا قصه ها واقعی نه توی مهنت توی خون. من منصور صدای پشت این میک اومدم با یه مش نه یه فاز فکر. اگه دنبال الهامی، دنبال یه حسنا، بمون با من، چون اینجا قراره بترکه نه فقط یه قاب. میکروفون تو دستم، کلمات تو مغزم، منم منصوره اومدم با ریتم و با رپم. اینجا تو بیو رپ یه صدای تازه، یه جریان نو. میخوام واسهتون بگم از قهرمانای روبرو، از اونا که تاریخو ساختن، از اسطوره های نام، نه فقط اسمشون بلکه راه و رسمشون، قصه یه راه رسیدنشون، سختی و رنجشون، عشق و لبخند کنار هم، تلاش بیوقفه تا رسیدن به اوج با یه اراده سخت. تو یوتیوب اومدم با یه کانسپت جدید، بیو رپ اینجاست، یه سبک بی بدیل. فقط گوش کن به صدام، تصویرمو نمیبینی اما داستان زندن با هر کلمه ای که میچینی. پس بزن ساب زنگوله رو فعال کن، هر روز داستان از اسطوره ها دنبال کن. از کوروش کبیر بگیر تا مایکل جکسون، از مولانا بگم یا از رونالدو مسی تا ماری کوری که شد نماد. هرکی که اسمش مونده تو دل تاریخ و زمان، من منصوره میارم رو بیتم میذارمش تو جهان. شاید خیلی یا ندونه قصه پشت پرده، من میگم براتون با ریتمای پرهیجان پرده بردارم از هر چی که شده. از عشق و علم گفتم تا فتح قله ها، از یه توپ گرد که شد حرف اول دنیا، از اون که رو سکو رفت و فریاد و باشور، تا اون که با یه لبخند دلها رو برد از دور. هر کدومی اسطوره‌ان تو میدون خودشون، میخوام قصه‌شون رو بگم با این صدای خودم. خیلی گفتن نمیشه، خیلی سنگ انداختن، اما اراده اونا هیچ وقت کم نذاشتن. از دل سختی ها پریدن مثل عقاب تیز پرواز، الهام بخش نسل‌ها تا ابد و تا همیشه باز. این راه ادامه داره، قصه هیچ وقت تموم نمیشه، هر روز یه قهرمان تو دنیا پیدا میشه. تو یوتیوب اومدم با یه کانسپت جدید، بیو رپ اینجاست، یه سبکی بی بدیل. پس بزن ساب و زنگوله رو فعال کن، هر روز یه داستان از اسطوره ها دنبال کن. حتما منتظر باش، صدامو گوش کن، داستانا رو بشنو، تو دنیای رپ گم شو. ما تاریخو میسازیم با قدرت کلام، با منصور و بیو رپ ادامه داره این قیام. میخوام یه رازی بهتون بگم، آماده این؟ من اصلا رپر نیستم، فقط با این سبک قصه ها رو روایت میکنم. پس اگه جای ایراد ریتم دیدین به بزرگواری خودتون ببخشین. حمایت یادتون نره، کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و نظرتون رو تو کامنت ها برام بنویسید. ممنونم.